اسد بوربون از شرکت لتافه رو میخوام معرفی کنم. این عطر مشابه جورجیو آرمانی استرانگر ویت اینتنسلیه و توی دسته وانیل، کاکائو و لوندر و توی خانواده ادویه‌ای شرقی. محصول سال 2025 و تاپ نوتایی که داره فلفل صورتی، لوندر و آلو زرده. هارت نوتاش هم کاکائو و جوز هندی و یه نوتی به اسم داوانا، حالا ترجمه فارسیش نمیدونم چیه داوانا، و بیس نوتاش هم وانیل و کهربا و وتیبره. موندگاریش بالاست و پخش بوی متوسطی داره، ولی عطر خیلی خاصی نیست. عطریه که بوش شنیده شده است، بوش شناخته شده است. عطر خیلی خوشبویه ولی اون حس یونیک بودن یا خاص بودنه رو نداره، ولی در کل گزینه میشه گفت سیفیه و طبق نوتایی که داره این عطر باید یه عطر گرمی باشه، ولی از اوپنینگ که پاف میشه و وقتی که نوت باز میکنه میرسه به میدل نوت و بعد از اون بیس نوت یه حالت طبع معتدل داره، همچین گرم نیست که عطری که معتدل تبدیلش میکنه به عطری که مناسب باشه واسه 4 فصل.